آقا من الان رسیدم ترکیه، بازا بدبختی، اصلا حال رویم خوب نیست. همه رو دارم میکشن، همه رو دارم میکشن، بچه ها رو هم دارم میکشن. فقط کمک خارجی، فقط کمک خارجی احتیاج داریم. همه شاهزاده رو صدا میزنن، خارشونه بگوید هر کی غیر از این صدا میزنه. شاهزاده نیستش که، شاهزاده سمبل آزادیه، اصلا کاری به اسم شاهزاده نداره. مردم دوگانه ناجی هست، برادر میکشن، بیرحمانه دارن چراغا رو خاموش کردن، هر کاری دلشون میخواد دارن میکنن. من پروازم کنسل شده بود از پروازهای خارجی تهران به خارج از ایران، خارجی همه کنسل شده. و بدبختی یه پرواز ایرانی پیدا کردم. حالا روی مثلا خوب نیست، فقط کمک خارجی. من تا الان تا ایران نباشی نمیفهمید وضعیت چطوری. ترامپه مرامپه هر کی هست، فقط کمک خارجی. چشم امید بچه ها همه به شما هست، این خارج از ایرانه. من یه قطرم توی اقیانوس، فقط میتونم حس آنامو بهتون بگم. جهنم رو دیدم تو ایران، این چند روز جهنم رو دیدم. گناه داریم، خیلی گناه داریم، خیلی گناه داریم. حقمون نیست. فقط کمک خارجی. چجوری میشه ما کمک بگیریم؟ نمیدونم. نمیدونم چطوری میتونیم وقتی کمک بگیریم. کوه دارن غرقم میکنن تو سر سینه، شلیک مستقیم، بیرحمانه دارن میکشن همه رو.